بر سر هر 4 رکعت در جامعه ما یک رواج است. هر 4 رکعت که خوانده شد، من این پیشنهاد را به حیث ادای مسئولیت، بدون کدام جنجال، بدون خیزش رگ گردن، بدون ترش شدن جبین، بدون درخواست تفریقه در میان امت، به عنوان یک امر مستحب، فرض و واجبم نمیدانم. بالای 4 رکعت وقفه مستحب است، یعنی فرض و واجب نیست. و در اینجا چی باید کرد؟ من 9 منبع امام ابو حنیفه را در اختیار دارم. یکی از آن بحر الرائق ابن نجیم است. شما میتونید از علمای بزرگوار جایگاه این شخصیت را بپرسید. حکومت هوا و هوس فلان چی میگوید، فلان ملک صاحب خفه میشود، کلانتر وکیل، اینها را بگذارید. به خاطر خدا و مذهب این بزرگمرد بفرمایید که چی میگوید. عبارت ابن نجیم این است: فهم مخیرون ان شاءوا سبحوا و ان شاءوا قرأوا القرآن و ان شاءوا صلوا 4 رکعات فرادا و ان شاءوا قعدوا ساکتین و اهل مکه یطوفون. العباره میفرماید ملتها بر سر 4 رکعت همه گزینه ها دارند. هر کس خودش پنهان خفیه تسبیح بگوید میلش، هر که خفیه و پنهان یک آیت کوتاه بخواند میلش، هر که 4 رکعت نفل در این وقفه به تنهایی بخواند میلش، هر که خاموش می نشیند تفکر می کند میلش، هر که بیرون می رود چای می گیرد. و یا هم مکیان در این مرحله طواف می کردن 7 گردش، مدنیان 4 رکعت نفل می خواندن. از این رو این فراخی را به محدودیت تبدیلش نکن. این را بر گردن مؤذن نینداز، این را بر گردن امام قاری نینداز. عزیز دل، حرف من نیست، حرف منبع معتمد امام ابی حنیفه. از میان 9 کتاب یکی را انتخاب کرده ام. پس اینجا اگر من در عربیتش به اشتباه بودم، در برگردانش به اشتباه بودم، در نحوه تعبیر به اشتباه بودم، من پاسخگوی تناب همه شما ام. در غیر آن از هوا بگذریم، بیاییم به تطبیق نظام امام بزرگ گام بلند کنیم تا انتقاد دیگران علیه من و تو دراز نگردد. پس این فراخی است. عزیز دل، یک فرمول است: آنچه را که الله به ما فراخ واسع قرار داده، ما نمیتونیم محدودش کنیم. هرچی محدود است نمیتونیم که ما او را فراخش کنیم. به گونه مثال در مسلم یک حدیث است از عایشه صدیقه پرسان می شود رسول گرامی هنگامی که با خانم بستری می کند غسلشان را چی وقت انجام می دهند؟ اول شب، در دل شب، در آخر شب، کجا؟ جناب عایشه می فرماید اینجا آزادی است. گاهی اول شب، گاهی بین شب، گاهی آخر شب. صحابه در برابر چی میگوید؟ الحمدلله الذی جعل فی الامر سعه. حمد و ستایش خدای را در اینجا به ما فراخی داده، محدودیت نیست. اینجا نعمت بزرگ است. اگر میگفت سر شب به تأخیرش گناهکار میشدی، بین شب به تقدیم و تأخیر گناهکار میشدی، در آخر شب میگفت قبل از آن گناهکار میشدی. چی پروردگار مهربانی وضعیت را به ما آزادانه پیش کرد. الحمدلله. اینجا ما در خواندن تسبیح بر سر 4 رکعت محدودیتی از الله نداریم، محدودیتی از رسول ما نداریم، از 300 سال پس از هجرت نداریم. چرا همه بار شریعت را به دوش ملا و مؤذن نهاده اند؟ بفرما، خودت احساس مسئولیت کن. خوش نداری سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله؟ خوش نداری اظهار درود بر رسول؟ خوش نداری ذکر و اذکار؟ نمیخوایی که خودت در این مقطع و پروردگار مستقیما نیایش تقدیم کنی؟ تا چی وقت از دروازه وکیل مدافع در این عبادات کار میگیرین، پیش میروین؟ لذا هیچگاه اگر این کار چنین شود، ملک صاحب از آن طرف، وکیل از آن طرف، کاملا جامعه را به اختلال میبرند، به تفریقه میبرند. ناگزیر مسئول و ملای مولانایی میگوید چون این فتنه است خاموش پیش بروین. نه، همه به این قانون تن دهیم. پیشنهاد من بود عزیز دل، پیشنهادی که ادای این عمل مستحب به تنهایی است، التزامش بدعت،
فرض گفتنش بدعت، واجب گفتنش بدعت، لازمی تنها و مؤذن دیگران مرفوع القلم. مؤذنم ماشاءالله چنان تیز میخواند در ظرف 1 دقیقه خلاص میکند. تمام منابع فقه امام میفرماید وقفه بر سر 4 رکعت قدر ادای 4 رکعت است. همون زمانی را که 4 رکعت میگیرد اونمو انداز وقفه مستحب است، فرض نه، واجب نه، سنت مؤکده نه، خو مستحب است. مگر با تأسف بیاییم مسئولیت بگیریم، پیر و جوان، زن و مرد امت اسلامی بر سر 4 وقفه کنین، تسبیح و تحلیل کنین و پروردگار نهاییش پیش کنین. عزیزان دل،